درود به شما شنونده های عزیز. امروز شنبه و چون همیشه در همین ساعت و در همین موج صدای تئاتر را میشنوید. فرهاد غفارپور هستم و طول این ساعت جذابترین سرود و ترانه ها، جالبترین لطیفه ها و دیگر گفتنی و شنیدنی هایی که هنرمندان تئاتر کنی بادام برای این هفته آماده نمودند پیشکش شماست. امروز در موضوع لیاقت ایجادی یا ایجادکاری صحبت خواهیم کرد. با ما بمانید. حیفا چرا نفهمیدم موندم من نگران بینگا چقدر بود از دنیای ما قشنگ اصلا نمیدی هم حیاتی خش را برباد آخر برای شاد بودن سوال زیاد خواهی که لحظه های تو باشه پر نشاد باید که دستاری یک چیز در حیات این به تو سفردی هست امیدی دیگردی هست به خودت باوردی هست بر شبت اختر دی هست نگاه گرزی دست آدم ماندی لچیکست برخیز تو به سوی رهی ارزو بشست بگذار هر کسی گوید تو رو حقی رو پس اساسی کاری دست داشتن نگیری دست تنها محبت است که دلگر میکنه با عشق استوار کن و گام نیها حرف و نگاهی خلق مرا به تفاوت است کاری که دست رامش انجام میدهم دلی من گرم زیش لذتی عمرین است بودنم خوشبختی است زندگی شیرین است زندگی شیرین است واقعا رنگین است زندگی شیرین است واقعا رنگین است من میخیزم هرگاه افتادم زان چی که دارم من به نهایت شادم زندگی شیرین است واقعا رنگین است زندگی شیرین است واقعا رنگین است حیفا چرا نفهمیدم موندم من نگران بینگا چقدر بود از دنیای ما قشنگ اصلا نمیدی هم حیاتی خش را برباد آخر برای شاد بودن سوال زیاد تنها محبت است که دلگر میکنه با عشق استوار کن و گام نیها حرف و نگاهی خلق مرا به تفاوت است کاری که دست رامش انجام میدهم ایجادکاری یا لیاقت ایجادی. وقتی ایجادکاری میگوییم تنها ایجاد اثرهای بدیعی، اثرهای صحنوی یا اثرهای موسیقی را در نظر نداریم. ایجاد کردن، پیدا کرده توانستن راههای حل مسئله های گوناگون در حیات را در نظر داریم که هر یکی ما هر روز روبرو می شویم. ایجاد کلمه عربی بوده به وجود آوردن، پیدا کردن، آفریدن است. اساس موفقیت های ما انسان ها در زندگی این قابلیت های ما هستند. ما دارای قابلیت های گوناگون هستیم، از جمله قابلیت های ذهنی، قابلیت های جسمانی و قابلیت های ایجادی و همه گونه لیاقت های ما در کودکی اساس گذاشته می شوند. از این نگاه به رشد ایجادکاری در کودکان باید دقت مخصوص داده شود، زیرا آن من بعد در حل مسئله های گوناگون هم در مکتب، هم در جای کار و هم در حیات کمک خواهد کرد. وقتی حل مسئله و پرابلم های حیات
پیدا کرده توانستن قرارهای غیر عادی، دوربین بودن و وسیع فکر کرده توانستن، تحلیل، دیگر وریانت های حل مسئله را جستجو نمودن، به تغییرات ها مطابق شدن. این همه محصول کار قابلیت ایجادی یا ایجادکاری است. تئاتر کانیبادام با مقصد رشد لیاقت ایجادی میان کودکان چند ماه پیش آزمون نوشتن واقعی جالب حیات من را اعلان کرده بود. خرسنده آور است که طول این چند ماه کودکان ایجادکار کانیبادامی خیلی فعالانه در آزمون اشتراک کرده جالبترین واقعه و لحظه های حیات خیش را به ما نوشته فرستادند. روز دوگانه‌ام عزم سفری خوجند شد. های دوگانه، اینقدر شتاب داری؟ به کجا؟ ای دوگانه جان، به شهری باستانی خوجند روانم. خیر سفرت بی خطر باشد، گفتم من. بیا همراه رویم، شهر زیبا منظر و دایره های عجایبش را تماشا میکنیم. نه دفعه دیگر. خیر سفرت بی خطر باشد، گفتم من. بعد چند وقت دوگانه هم از سفر برگشته سیاحتی کردش را با من نقل کرد. میدانی موزه خوجند را تماشا کردنی بودم. کسی جای موزه را با من نشان داد. اما در بالای درش آثارخانه نوشته شده بود. کمی ایستادم و خود به خود فکر کرده گفتم موزه نوشته نشده است. ناعلاج به قفایم برگشتم. ای دوگانه جان، همان بینایی که آثارخانه نوشته شده است موزه. اگر زبان مادری خودت را ناز آموخته باشی از تماشای آثارخانه بهره می گرفتی، گفتم من. خواننده صنف هفیه مکتب رقم 4 قادر و نازیگل. واقعی جالب حیات من. تئاتر کانیبادام برای نورسان تا 14 ساله آزمون نوشتن واقعی جالب را اعلان می کند. جالبترین واقعی حیات خود را نویسید و به ما فرستید. مؤلفان قصه های جالب صاحب تحفه های جالب می شوند. جالبیت واقعه، اسلوب نوشتن و مختصر بیانی افضلیت دارد. نوشته خود را طریق وایبر، واتساپ، تلگرام به رقم 918 53 06 56 روان کنید یا به تئاتر کانیبادام آورده دهید. آزمون در همکاری با رادیوی کند FM و دستگیری دفتر شویتزر عاید به همکاری در تاجیکستان راه اندازی می شود. تئاتر کانیبادام، همراه رشد می کنیم. بوزکی بازینگری من. وقتی که تعطیل تابستان فرا رسید، پدرم برای من بوزیچه را از بازار خریده آمدند. بوزیچه خاکستر رنگ و مهین پشم بود. وقتی به خانه‌مان آمدنش، بوزیچه از من می ترسید. خود را به هر طرف می زد. ولی در یک مدت وی به من چنان عادت کرد که سحری من را با بعاس خود گویا بیدار می کرد. من وی را به کوچه برآورده می پاییدم. چند رفیقانم حسین جان و رمضان نیز بوز و گوسفندانشان را به کوچه می برآوردند. بوزیچه من با آنها در افتاده جمع کردنی می شد. با دو پای قفای خود راست ایستاده هنرش را به همه نشان می داد و از کار خود گویا بالیده گرداگردی من تاخت و تاز می کرد. من آن را به کوچه می برآوردم. بوزیچه من می خواست برگ بید را خورد و با دو پای قفای خود راست ایستاده برگ بید را می خورد. آدمان راهگذر هنرنمایی بوزیچه‌ام را دیده به نزد من و بوزیچه‌ام آمده تماشا می کردند. بوزیچه‌ام بسیارتر با دو پایش می ایستاد. آدمان قایل شده قرصک می زدند. بوزیچه‌ام قرصک زنی آدمان را شنویده بسیار جست و خیز می کرد. نام بوزیچه من علایک می باشد. علایک مخلصی زیاد داشت. برآمد علایک را به کوچه رفیقانم انتظاری می کشیدند. این یک لحظه جالب از دوره تعطیل تابستانه من بود.
خواننده صنف 6A مکتب رقم 9 شهر کانی بادام مقیم خانوف کامران خان. این گونه قصه های شیرین کودکانه زیادند و ما قصه های جالب حیات زیبا و رنگین بچه های خوب ایجادکار را تا سنه 15 اکتبر انتظار میمانیم و غالبان را شنبه آینده در صدای تئاتر اعلان خواهیم کرد. غالبان با تحفه های گرانبها مکافاتانیده می شوند. نفری که جای اول را می گیرد صاحب پلانشت، جای دوم صاحب کامپیوتر و جای سوم صاحب میز درس تیار کنی خواهد گردید. دوستان عزیز، در یاد داشته باشیم که کودکان بی‌لیاقت نیستند. هر یک کودک پتانسیل بزرگ تفکر ایجادی را دارد و هر یک از فرزندان ما امکان دارند در آزمون اشتراک کرده به واسطه لیاقت ایجادی خود اولین دستاورد حیات خیش را مستقلانه صاحب شوند. بیایید با هم به فرزند و نبیره هایمان الهام بخشیم تا خود را نشان داده توانند و برای رشد قابلیت های ایجادی و ذهنی و جسمانی آنها با هم کمک کنیم. بیپرسه آرزوی من و هم از مشکلات و غم برای زخم های من شب داخل شما مرهم. بیپرسد آرزوی من و هم از مشکلات و غم برای زخم های من شب داخل شما مرهم. توجه از پدر خواهد زی مادر هم نظر خواهد. توجه از پدر خواهد. من بیچاره کودک مگر لایق به تحقیرم نمودم اشتباه گر جزای سخت میگیرم جزای سخت میگیرم. با کاری که نیم مایی چرا هر روز مجبورم شبم از کاری خانه دور فقط شلاق میخورم. توجه از پدر خواهد زی مادر هم نظر خواهد. توجه از پدر خواهد اگر چند فشار شما را دوست می‌دارم پدر جان دستی من گیره
بین مردم ابرویش نریزم. والدانم رو ندیهم آزار، برای خدمت من فقط عیار. میخواهم دایم هر پدر مادر برای فردا باشه چو سپر. ای پدر مادر شما تاج سر، به تیری غم ها شمایان سپر. خواهش التجا نکنه جنجال، نشکنه داخل ما را فرو با. میخواهم زیجان در هر خاندان چراغ شادی باشه فرزان. زندگی شیرین این دنیا رنگین، تو همه رفیق لذت بعد از این. تو این دنیا رو نگو به وفا، هر حادثه با فایده ای ما. توجه از پدر خواهم، زی مادر هم نظر خواهم. توجه از پدر خواهم، زی مادر هم نظر خواهم. ایجادکاری در تشکل صفات‌های شخصی به مانند مستقلیت، فعالیت، تشبثکاری سهمی به اندازه دارد. بچه ها جیم بیادب ها. سخت آشفته و غمگین بودم. با خودم میگفتم بچه ها تنبل و بد اخلاقند، دستی کم میگیرند درس و مشق خود را. باید امروز یکی را بزنم، جنگ کنم و نخندم اصلا تا بیترسن از من. خطکشی آوردم، در هوا چرخاندم. چشمها در پی چوب تنبه هر طرف می غلطید. خب بچه ها، کشاید دفتره، گذارید به میز، زودتر. همه را از نظر می گذراندم. اولی کامل بود، خیلی خوب. دومی بدخط بود، به سرش داد زدم. سومی می لرزید، خوب گیر آوردم. سعید در دام افتاد و به چنگ آمد زد. دفتر مشق حسن گم شده بود. این طرف آن طرف میز بگشت. تو کجایی بچه؟ بله استاد اینجایم. همچنان می لرزید. تو چرا تنبلی داری حسن؟ به خدا دفتری من گم شده استاد، همه شاهدند. ما نوشتیم استاد. باز کن دستت را. خطکشم بالا رفت. خواستم بر کف دستش بزنم. او تلاش میکرد. چوب پایین آمد. ناله سختی کرد. چون نگاهش کردم گوشه صورتی او سرخ شده بود. حقیقی کرد و سپس ساکت شد. همچنان میگرید، مثل شمع آرام، بی خروش و ناله. ناگهان شکرالله در کنارم خم شد. زیر یک میز کنار دیوار دفتری پیدا کرد. گفت استاد اینها دفتر مشق حسن. چون نگاهش کردم خوشخط و عالی بود. غرق در شرم و خجالت گشتم. جای آن چوبی ستم بر دلم آتش زد. سرخی گونه او به کبودی گرفت. صبح فردا دیدم که حسن با پدرش با یک مرد دیگر سلیمان می آید، خجل و شرم زده و دلنگران. منتظر ماندم تا که حرفی بزنم، شکوه یا گله یا که دعوا شاید سخت در اندیشه آنها بودم. پدرش بعدی سلام گفت استاد لطفی بکنید و حسن را بسپارید به ما. گفتمش چی شده اکی رحمان؟ گفت این بچه ما وقتی از مکتب برمیگشته به زمین افتاده. بچه سر به هوا، یا که دعوا کرده قصه ساخته است که
زیر ابرو و کنار چشمش برم. سخت درد دارد. میبریمش به طبیب با اجازتان. چشمم افتاد به چشمی کودک. غرق اندوه و تأثیر گشتم. من شرمنده معلم بودم. لیک این کودک خرد و کوچک اینچنین درسی بزرگ میداد به کتاب و دفتر. من چی کوچک بودم و چی اندازه بزرگ. با پدر نیز نگفت آنچه من از سر خشم به سرش آوردم. ای بیکار از خودی من بود و نمیدانستم. من از آن روز معلم شدم. بعد از آن هم دیگر در صنفم نه کسی بد اخلاق نه یکی تنبل بود. همه ساکت بودند. تا حدود امکان درس هم می‌خواندند. او به من یاد بداد درس زیبایی را که به هنگام خشم نه به فکرم تصمیم نه به لب دستوره نکنم تنبیه. یا چرا اصلا من باید عصبانی باشم؟ با محبت شاید گره بکشویم. با خشونت هرگز. بهتر از جانم تو را ای دل ربا می پرورم. کرده عشقت را چودی در سینه جا می پرورم. کرده عشقت را چودی در سینه جا می پرورم. زلفی مشکینی تو را می پرورم. سروی قدت را به باغی دلکشا می پرورم. من تو را صد بار ای گل پیرهن سنجیده‌ام. در وفا و شفقت و کار و سخن سنجیده‌ام. در وفا و شفقت و کار و سخن سنجیده‌ام. زلفی مشکینی تو را مثل صبا می پرورم. در دلم گنجینه‌ای مهر و وفا می پرورم. با شکوه شفقت و صبح و صفا می پرورم. در دلم گنجینه‌ای مهر و وفا می پرورم. سروی قدت را به باغی دلکشا می پرورم. تمام کشفیات‌های انسانیت از جانب آدمان جسور و ایجادکار عملی کرده شدند.
асёхам ҳамин кори дунёнда аҳамма қин кори заведующи ошхонаи мактаб чунки баъди ҳаққи бачаҳои дузидан виҷдон расо азоб метиҳад асёхам бачаҳо шумо ягон вақт аёлтон набуридтон касе ки 2 3 мегирад прамои дӯзах мемерад касе ки 4 5 мегирад анавай ҷаннатда мерад маълим ламай ҳамин синиф зинда бурандара илоҷаш ҳайми ҳамин гӯи дако ман якта духтарак қати садик ба мерафтам май дича будим садик ба мерафтим баъд аз садик мактаб рафтим қати якта синфанда хондим мактаба қати тамом кардим баъди мактаба тамом кардан институт ба даромдим ҳаддумоям якта группанда мехондим сони институтро тамом кардим вай шӯя кара бурафт ман занг гирифта бурафтам сони ҳамин дирӯз фейсбуку даромда биенам гу ҳамун духтаракам будааст лекин вай духтарак 28 сола ман 35 сола ак бачаҳои азиз номи ман воитов укромҷон ман маълими забони русӣ мана имрӯз шумо кити якта диктант менависем дафтарои мекшодагӣ энди менависем наступила осень с дерева упал жолтый лист маълим мебахшед ҳамин жолти лист ҳамин жолти листаш дизе маълим акрамҷон ман аниқ намедонаму асёхам ким чӣ хел чумчуқда воитов ман маълим хезарҷон маълим ман ҳамин нагум мугум гам мезанам пеши бачаҳонда айб шавадам ту бо дарсма наомида ин дафт дизе баҳона каре ин дафт дизе баҳона баҳона не маълим бобом гузаштан ман ҳамба наомдам гузаштан вафот караме маълим дилат ганда нашавад акун пурсидана айбаш не воитов тизе шуд тизе гап шуд дина хонамо пажар шуд гӯед маълим алованда сӯхта мурдам бечора не хонамо сеюметаш ку аввало хес кардам поинанда вай пажарнаҳо чодир кашта истодагӣ буд поин ба ғалтида мурдаме не боли чодир ба ғалтидан чодири пажарниҳова хуш авҷа абрафти бо гашта хес кардам вай парда бурафтан сеюметаш бе ана гашта хона даронда пажар шуда бо мурдан асақама не авҷа давида бурада бо хес кардам маълим бо латтаба хес кардаме бо боли ҳамун латтаба хес кардам соне чихи чоқашон нитоф ромаду замин ба ғалтаме не маълим бо латтаба зада бо ракашия шуда бо сеюметаж парда бурафтам акун истеем бораша гашта бурафтам маълим сони чо кардам болонда девол барафта здаме не маълим бо хона даронда бурафтам бо гашта хес кардам боли чодир бе ту қизиқи касасақама ин чихел акун чихел мурда нахур ва инҷа гашта рафтан ту шуд маълим да бора михел шуд ҳамаи дилаш мезад очам автоматшуна гузам пах паронда куштан ассалому алайкум ако ассалому алайкум ман қоил мо хурсанд оркестр зӯр ҳаракат кардем кӯшиш кардем ако ман якта нагӯям намешавад якта гапа нагӯям намешавад шумо ҳамин ҳар як нуқтаи шумо эрод гиритон агар мо пешба рафтан мегирем мо ансамблимо пешба мерад оркестр дирижёр худи дирижёр яъне ман пешба мерам марҳамат гуфтан гиред рост чӣ гӯям ман хабаркаш не лекин давоми 3 соат консертдан тамошо кардам консерт қандалот бо ин зӯр шуд меҳнат кардем раҳмат шумо бараҳмат лекин ҳамон барабаншикатон айку халтурчи будааст де чӯбо вай бениҳоят моҳир ако шумо намедонед де ман аз сари консерт то оқша ҳамон ба ниё карда шидам ҳамон одам барабаншикатон айку то нигоҳ карда калтиқтон кити ишора накунед наменавозад
خوبه. مرحمت دروی نوبت شما دروی السلام بذارید. علیکم اکوش منازمه. آها مرحمت. دندونم سخت درکسوز. شما خیلی مونت کردین دندون اکو. و ناز میشد دید زور میشد دید ناوشه موندید. او با این با درکسوز کو اکو. نخسکو درکونت نخسکو. چه خیلی یه نخسکو. مینه ازیس مینه دفترم باید قید کنم. اوه ماشا باشته خورافته کم نه اکو. او این بهترین. او دندون وقتی که در میکند این نخس. او چه خیلی نخته. او این دندونی ساخته کن ناوشه موندم کمان. من شما گفتم می خودش باید میشد گفته؟ گفتم می؟ اما نه خودش باید شد. ممکن من خطا کنم لیکن باید یه منطقی هست گوید هم تو نیا کرسید همین پجرنی که سکاری پا میشه که همون چیزی که وهم به دخاد آورده روزگارشون مجمونه همون که مبارزه میبرن یکی بی منطقی ها وی خیزا جا یه من تو جنگ کرام میگرم یا روز به 3 باری با چه کرام ما؟ او چوه قابلی 3 etaş böyle kale ama ki tursunlar bir kışta pafte. من دیگه نمیپاتم. خودش دیگه در کار نه؟ خودش وای tursun da bir yapsa da bir. من خوشبختم. من خرسندم. من زن گرفتم. الا ای بچه ها من دارم اعلان شمایان بهترین طالب علمان. الا ای بچه ها من دارم اعلان شمایان بهترین طالب علمان. برید این تنبلی را سوی زندان. برید این تنبلی را سوی زندان. نویسته خاطره یک تحفه گیرید. نویسته خاطره یک تحفه گیرید. شمایان هوشیار و بهتر در جهانه. چرا این دم مثال خفتگانه؟ شما هوشیار و بهتر در جهانه. چرا این دم مثال خفتگانه؟ یقین دارم شمایان میتوانید. یقین دارم شمایان میتوانید. نویسته خاطره یک تحفه گیرید. نویسته خاطره یک تحفه گیرید. بگیرد جای اول را کسیگر. دهمش یک پلانشت ای برادر. بگیرد جای اول را کسیگر. دهمش یک پلانشت ای برادر. نماید روزتان را باز خوشتر. نماید روزتان را باز خوشتر. نویسته خاطره یک تحفه گیرید. نویسته خاطره یک تحفه گیرید.
که میکند جای دو اشغال بگیرد کامپیوتر و خوش اقبال. کسی که میکند جای دو اشغال بگیرد کامپیوتر و خوش اقبال شود از زمره افراد خوشحال شود از زمره افراد خوشحال. نویسته خاطره یک تحفه گیرید نویسته خاطره یک تحفه گیرید. شود لایق کسی بر جای سیوم دهمش میز و کرسی و تبسم شود لایق کسی بر جای سیوم دهمش میز و کرسی و تبسم بود از زندگیش مشکلی گم بود از زندگیش مشکلی گم. نویسته خاطره یک تحفه گیرید نویسته خاطره یک تحفه گیرید نویسته خاطره یک تحفه گیرید. اینهایند چند مصلحت برای کمک به فرزندتان در رشد تفکری ایجادی. در خانه خود فضای ایجادی فراهم کنید. به جای بازیچه‌های گران ارزش، کلی، قیچی، رشته، کاغذهای رنگه و به همین مانند موادهای ایجادی بخرید تا کودکان برای خودشان بازیچه‌ها بسازند و ایده های خود را تجسم کرده توانند. این برای رشد تخیلات و ایجادکاری آنها منفعتی بیشتر می‌رساند. در یگان کنج خانه برای 20 طفکه نمایشگاهی محصول ایجاد بچه ها جای جدا کنید. به جای کودک همه کار را نکنید. مستقلیت را تشویق کنید. مجبور نکنید. فرزند خود را گوش کنید و راه‌های تشکل تخیلاتی به او موافق را یابید. به نمایشگاه‌ها، به تئاتر، به موزه، به طبیعت روید. در شهر سیر کنید و چیزهای دیده‌تان را محاکمه کنید. کنجکاوی را برانگیزید. به همه گونه سوالهای کودکان کوشش نمایید جواب بدهید. یکی از شرطهای مهم تعلیم ایجادی جدا کردن وقت برای ایجادکاری است. حداقل 10-15 دقیقه وقت دریابید تا به رسم کشی، سرودخوانی یا چیزی دیگری با فرزندتان مشغول شوید. به کودک بفهمانید که همیشه عالی بودن شرط نیست. این دفعه نقض نشد، دفعه دیگر بهتر می شود. ایجادکاری باید شادی آرد و الهام بخشد و وظیفه والدان از آن عبارت است که در انتخاب شغل به کودک حق انتخاب بدهند و خواهش‌های خود را بار نکنند، کمک کنند. اگر شما بینید که فرزند شما واقعاً به رسم کشی، فورتپیانو یا خواندن شعر میل دارد، پیش راهش را نگیرید. رسام، نوازنده یا اکتور شدن فرزند شما شرط نیست، اما خیلی مهم است که بچه ها قابلیتی در همه چیز زیبایی دیده توانستند، لیاقت موسیقی شنیدن و به زندگی نگاه ایجادکارانه داشتن را داشته باشند.
фарҳод ғаффорпур будам. то шанбеи оянда.